اگه میخوای نیم ساعته یه کوبیده ترش تابعی گیلانی با یه سس خوشمزه درست کنی، تا آخر این آموزش همراه من باش. به گوشت چرخ کرده‌تون پیاز رنده شده، پودر سوخاری، ادویه ها، سیر رنده شده، زعفرون دم شده اضافه کنید و خوب ورز بدید. کف تابتون رو با کره چرب بکنید، گوشتتون رو داخل تابه پهن کنید و این شکلی به قسمت‌های مساوی تقسیم کنید. بذارید رو حرارت متوسط و بذارید هر دو طرفش سرخ بشه. حالا بریم سس خوشمزه‌شو درست کنیم. پیاز داغ درست کنید، رب گوجه، رب انار، گردوی پوست شده و ادویه ها رو اضافه بکنید. یک کوچولو تفت بدید، بهش آب جوش اضافه بکنید و اجازه بدید یه چند قل بزنه. گوشتاتون هم که هر دو طرفش رو سرخ کرده بودید، این سس رو بهش اضافه کنید. دیگه در تابتون رو بذارید حرارت خیلی کم باشه. نیم ساعت دیگه این غذای خوشمزه حاضره. این غذا تایم پخت خیلی کمی داره، به شدت لذیذ و خوشمزه است و امیدوارم که درست کنید و کنار عزیزانتون نوش جان کنید. اگه دوستش داشتید لایکش کنید، سیوش کنید و نظراتتون رو برام کامنت کنید.